مطلب دیگر این هست سروران عزیز که ممکن هست لا قدر الله، الله متعال مقدر نکند، اما میدان هست، میدان مبارزات هست. شاید یک روزی الله متعال مقدر نکند، اگر در تقدیر ما اسارت نوشته بود، در این زمین خدمت شما هم کلماتی رو عرض بکنم، چون شما میدونید که این رژیم مکار، رژیم آخوندی، در ساختن فیلم ها، در ساختن سناریوهای دروغین مهارت خاص و ویژه‌ای داره. سال 91 همه شما شاهد بودید، فیلم ها، اخبار، گزارشات همه موجودند. سال 91 این رژیم خبیث مولوی جنگیزهی رو خودش ترور کرد. به عنوان یک مولوی که مدت زمانی از او استفاده میکردند و بعد فکر میکردند که به کار ما نمیاد، دیگه ترورش کردند. بعد از ترور کردنش برای اینکه خون مولانا جنگیزهی رو ضایع بکنند، خونش رو پایمال بکنند، خودشون اومدن خودشون رو در قالب یک مدعی و خونخواه جا زدند، مانند اون دزدی که خودش دزدی کرده بود اما رفت مچ دیگران رو گرفت، دیگران رو دزد کرد تا مچ خودش گرفته نشه. سال 91 که مولوی جنگیزهی رو شهید کرد و بعد حدود 15 نفر از جوانان سرباز با ما، با پدر بزرگوارم، با داماد ما، همه رو گرفت و در زندان انداخت و یک سناریوی بزرگی درست کرد که آمریکا و اسرائیل نقشه کشیدند و با کشورهای عربی برنامه ریزی کردند و پول دادند و تیم تشکیل دادند که بروید مولوی جنگیزهی رو ترور بکنید. آخه چه فیلم مسخره ای ساختید. مولوی جنگیزهی بیچاره و مظلوم مگه کی بود؟ مگر دانشمند هسته‌ای بود که بمب هسته‌ای، بمب اتم درست کرده بود که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی برای خودشون احساس خطر بکنند و بیاین جلسه بگیرن، پول بدن که بروید شما مولوی جنگیزهی رو ترور کنید؟ مولوی جنگیزهی بیچاره یک امام، یک ملای مسجدی بود، فقیر و درمانده، درویشی زندگی خودشو میکرد، چیزی در چنته نداشت. چرا بیاند برای شهادت و کشتن مولانا جنگیزهی چنین سناریوی بزرگی درست بکنند؟ هدفشون فقط این بود که ما رو از بین ببرند. سناریوی بزرگی درست کردند، از کوه ساختند تا ما رو از بین ببرند و ما تصفیه حساب بکنند. ما رو در زندان انداختند، 4-5 سال بدترین شکنجه ها رو به ما چشوندند، با تزریق آمپول، با شکنجه های جسمانی و روحانی. از زبان خود ما اعتراف گرفتن که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و نمیدونم فلان و بهمان جلسه گرفتند و ما رو حمایت کردند، پول دادند که تا ما مولوی جنگیزهی رو بکشیم. هدفم از بیان این مطالب این هست که ممکن هست که اگر روزی الله مقدر نکند ما اسیر شدیم و این رژیم خواست دوباره سناریو سازی بکنه، فیلم درست بکنه، نمیدونم ما رو به آمریکا و اسرائیل ربط بده که ما با کشورهای آمریکایی، اسرائیلی و نمیدونم کشورهای عربی و خلیجی و همسایه و این و اون وصل بودیم، اونها ما رو حمایت کردند. لا والله العظیم، قسم به ذات الله که ما با جز به خدای خودمون و به همین جوانان و مبارزینی که با ما هستند در داخل، ما با هیچ کسی وصل نیستیم، هیچ کسی ما رو حمایت نکرده. ان الله ایدک بنصره و بالمؤمنین، ما با ذات الله و با همین مؤمنان وابسته ایم و متعلق هستیم. اما زیبنده هست که من کلماتی رو به همین رژیم آخوندی، خطاب به همینها عرض بکنم که شما به جای این که بیایید تقصیر خودتون رو، گناه خودتون رو بر گردن آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و این و اون بیاندازید، بیایید خودتون رو بپایید، خودتون رو، علت رو، گناه رو در درون کثیف خودتون بررسی بکنید. علت قیام رو، علت قیام مبارزین رو
حالا ما که در مبارزات مسلحانه نبودیم، اما جوانانی که در میدان مبارزه سلاح بر دست گرفته‌اند، اگر این آخوندها عقل و خرد می داشتند می اومدند یک لحظه می نشستند آسیب شناسی می کردند که چرا این جوانها اومدن سلاح بر دست گرفتند. به جای اینکه بیایید آمریکا رو مقصر کنید، اسرائیل و این و اون رو مقصر بکنید، بیایید از خودتون بپرسید چرا این جوانها اومدن سلاح در دست گرفتن. مگه اینها زندگی خودشون رو دوست ندارن؟ مگه اینها زن و فرزند ندارن؟ مگه اینها برادر و خواهر، پدر و مادر ندارند؟ مگه اینها زندگی آسایش، آرامش در کنار همسر و فرزندان رو دوست ندارند؟ زندگی رو فقط شما دوست دارید یا اینها دل ندارند؟ اینها دل دارند، زن و بچه دارند، پدر و مادر دارند، اما شما وجدان ندارید. چرا اینها قید تمام زندگی خودشون رو زدن، آواره کوه و دشت و بیابان شدن؟ علت چی است؟ علت ظلم و ستمهای شماست. اگه امروز ما و سایر مبارزینی که در میدانهای دیگر مبارزه می کنند، علت قیام ما دفاع از ناموس ماست، علت قیام ما ظلم و ستمهای شما آخوندهاست، علت قیام ما ترور نخبگان ما، بستن و به زنجیر کشیدن نخبگان، دانشجویان، جوانان و علمای ماست. علت قیام ما تعرض، شکنجه و به رگبار بستن روزانه جوانان ما در جاده های بلوچستان و در کوهستان های بلوچستان هست. علت قیام ما این هست که جوان بلوچ که با یک پشتکار، با یک فلاکت، با یک بدبختی مادرانشون کلفتی میکنن در خانه های دیگران تا آب و نان و دفتر و قلمی بخرند و به فرزندانشون بدن تا به دانشگاه ها راه پیدا کنند و یک روزی به جایی برسند، در سرزمین مادری خودشون توسط شما اغیار و بیگانگان، شما آخوندهای دون صفت، اونا گزینش میشن، رد صلاحیت میشند، در سرزمین خودشون آزادی ندارند. علت قیام ما دفاع از آزادی های مذهبی، دفاع از آرمانهای دینی ما هست، آرمانهای ملی ما هست، قومی ما هست. علت دفاع ما رو، علت قیام ما رو در درون کثیف خودتون بررسی بکنید، به گردن این و اون نیندازید. امیدوارم که از سخنان من عبرت بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.